ما هرگز با امید دیگران نمیشویم و تمام مشکلات و کمبودی‌هایمان را با دستان خودمان و با زحمت اهلانه خلقمان برطرف می‌سازیم. ما حالا مشکلات و مسائل زیادی حل طلب داریم و باید کوشش کنیم که آنها را برطرف ساخته زندگی مردممان را باز هم بهتر نماییم. زیرا خلق عزیز تاجیکستان به زندگی باز هم شایسته و روزگاری از امروزه بهتر حقوق معنوی دارد. با اعتماد قوی اظهار می‌دارم که مردم وطن دوست و زحمتکش ما به دستاوردهای از امروزه بزرگ و تاریخی قادرند، زیرا ما وطن صاحب اختیار و آزادمان را برابر جان خود دوست می‌داریم و به شکرانه صاحب استقلالی و صاحب دولتی برای حفظ صلح و آرامی، وحدت ملی و در عرصه بین المللی باز هم بالا رفتن نفوذ و آبروی تاجیکستانی محبوبمان اهلانه و صافدلانه زحمت می‌کشیم.